میگم چون که پوست من چربه من باید حتما ژلی استفاده بکنم. یه مقدارش رو میریزم کف دستم که پوست باید مرطوب باشه، یعنی که با آب که قاطیش میکنم و مثل حالت صابون روی پوستم میمالم. خب که مامان رو شستم مامان کمی شد. من بهتره که من کلیپس بزنم راحت ترم، بزنم کلیپس بزنم که راحت باشه. چه بهتر. خب با آب کامل میشورمش. خب بعد از اینکه با ژل شستم من میام دوباره از یه ژل دیگه هم استفاده میکنم که این ژل برای میگم چون که من پوستم چربه من باید حتما موی منو نکنیم که اینجوریه، ببخشید واقعا. از اینکه صورتمو شستم من میام از یه ژل دیگه هم استفاده میکنم. این ژل میگم برای کسایی که بازم پوستشون چربه. من حالا این ژل دوباره یکم دیگه از این ژلم میزنم به صورتم، اونم بازم همونجوری بعد مثل با آب قاطی بشه و بزنیم به پوست. یعنی من میمونم روی پوستم که هنوز خیسه با این صورت.